درود دوستان، امروز دیگه فیلتر شکم برای گیم همون فری فایر بهتون معرفی کنیم. همونجوری از تامنیل دیدید. خب ببینید دوستان، ما 3 تا فیلتر شکم داریم که جاست وی پی ان و جام فکر کنم بهترن دیگه. دوستان من که گیم مثلا فیلتر نیست، بعضی مثلا میان من که بیشتر مثلا استریم میذارم میان که چجوری مثلا تو بدون فیلتر شکم میری، من که میگم بدون فیلتر شکم، ولی این فیلتر شکم خیلی خوبه. رو سرور آلمانش که من رو سرور آلمانم. تو فقط ببین چه پینگی میده. من میرم تو گیم. من رو اکانت فیک رفتم دوستان، ولی من با فیلتر شدم دوستان. شاید زیاد با فیلتر شدم شد اکانتتون بند شد. میبینید که خیلی میگن اکانتتون بند شد به خاطر فیلتر شدن. دوستان ریسکش این که مثلا بری روی اکانت چند میلیونی فیلتر شدن بشه بند شه مثلا ضرر کنید. مثلا بی من میارم همین ببینید فقط پینگو فیلتر شدن روشنه. ببینید خانم مثلا شما قبلا با فیلتر شدن میرفتید تو گیم، پینگت مثلا بالا 200 بود. پینگو ببین، فقط پینگو ببین. مثلا میخوای یه گانی بگیری زود میدی دیگه، ببین پینگش. خب حالا بریم مثلا اون یه دونه فیلتر شکنه دیگه. پینگو چه پینگویی میده، من روی تند اصلی نمیرم، احتمال بند داره. خب وایسی من مثلا اینجا میام، اینجا اینو اینجا قطع میکنم، بعد ببینیم من میرم اینو میزنم. کجاست این تبلیغاتش؟ خیلی دیگه من اینجا رو استوب میکنم، بعد میارم مثلا. خب دوستان وایسید این بالا بیاره، اینکه مثلا فیلتر بیس اینا فیلترشن خیلی خوبی. ببینید فقط سرعتاشون رو ببینید چه زود بارون میاد. فیلترشن مثلا اصلا یکم مشکل داره، ولی خب این فیلترشن رو بیکن اصلیتون میخوایی زیاد پلی نده که بیکن اصلیتون بند نشه یه موقعی. میبینید خیلی میگن بیکن بند شده اینو مفته فیلترشن همشون. خب اینجا ویدیومون نکته دیگه. خب ببینید حالا با این فقط پینگ بنازید، پینگش یکم بالا کنید. اون جاسوسی و جاسوسی بیشتر اون دین چیزی دارن اسمش قایده اون دیگه اون فیلتر خوبی، یعنی با پینگ خیلی رو زبون میگه خیلی بالا. اصلا خاطر اینکه لایک حساب یادتون نره. تمام.